درود بر شما بینندگان گرامی تلویزیون تصویر ایران. امروز جمعه 9 اردیبهشت ماه 1390 برابر با 29 آوریل 2011 میلادی، من یاسمن اشرفی توجه شما را به مشروع اخبار ایران و جهان جلب می کنم. نخست خلاصه مهمترین خبرها. ازدواج سلطنتی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون. بررسی تحریم سوریه از سوی اتحادیه اروپا. گردباد و طوفان شدید در آمریکا. میهمانان سرشناس جشن عروسی سلطنتی. و زد و خورد نیروهای لیبی با سربازان تونسی. نخستین خبر امروز حاکی است از ازدواج سلطنتی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون. مراسم عقد پرنس ویلیام و کیت میدلتون ساعت 11 صبح به وقت بریتانیا در حضور مهمانان ویژه و در حالی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون نظاره‌گر آن بودند، در کلیسای وستمینستر در مرکز لندن انجام شد. پس از برگزاری مراسم، عروس و داماد در حالی که سوار بر کالسکه‌ای روباز بودند، در میان ابراز احساسات کسانی که از نخستین ساعات امروز 29 آوریل در خیابانها حضور داشتند به کاخ باکینگهام رفتند. بدین مناسبت حدود 1 میلیون نفر از سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در خیابانهای لندن گرد آمده بودند و برآورد می شود که 2 میلیارد نفر نیز در جهان از طریق تلویزیون تماشاگر این مراسم بودند. بر اساس گزارش‌ها پس از مراسم، ملکه بریتانیا به پرنس ویلیامز لقب دوک کمبریج و به کیت میدلتون لقب دوشز کمبریج را داده است. لقب دوک بالاترین لقب اشرافی در بریتانیا است. لباس عروسی کیت میدلتون که تا صبح امروز به صورت یک راز نگاه داشته شده بود، توسط سارا برتون دیزاینر بریتانیایی طراحی شده بود. بسیاری از خاندان سلطنتی به این ازدواج دعوت شده بودند. ملکه دانمارک، ملکه اسپانیا، پادشاه نروژ همراه با ملکه سونیا، فیلیپ ولیعهد بلژیک همراه با همسرش مارگرت، الکساندر ولیعهد صربستان همراه با همسرش، پرنس آلبرت از موناکو، پرنسس ویکتوریا از سوئد همراه با همسرش دانیل و غیره. در این مراسم چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی دیگری از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و همسرش جان میجر از نخست وزیران پیشین بریتانیا، جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا، دیوید بکوم فوتبالیست سرشناس به همراه همسرش، گای ریچی کارگردان بریتانیایی و همسر سابق مادونا خواننده پاپ و التون جان خواننده و آهنگساز بریتانیایی حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها گفته می شود خانواده عروس و داماد تلاش کردند تا با توجه به بحران اقتصادی موجود از هزینه‌های عروسی کم کنند تا از انتقادها بکاهند. خانواده سلطنتی بریتانیا همراه با خانواده کیت میدلتون مسئولیت پرداخت تمامی مخارجی که به طور مستقیم در ارتباط با ازدواج هستند را متقبل شدند. مراسم کلیسا، دسته‌گل‌های متعدد، کالسکه و به طور کلی خود جشن عروسی جزو این مخارج هستند. اما دولت و نهادهای رسمی دیگر
مسئول پرداخت هزینه اقدامات امنیتی همچون حضور گسترده نیروهای پلیس بودند. امنیت این ازدواج توسط 5000 مأمور پلیس تأمین شده است. این مراسم دست کم 2 میلیون پوند برای بخش‌های عمومی بریتانیا هزینه داشته است، ولی گفته می شود که این مراسم برای بخش توریسم بریتانیا حدود 60 میلیون یورو درآمد خواهد داشت. و اما طی تدارکات این ازدواج دعوت از برخی مهمانها بحث برانگیز بود. مهمانانی که در اصل سران کشورهایی هستند که حقوق بشر در آنها پایمال می شود. وزارت خارجه بریتانیا یک روز قبل از ازدواج سلطنتی دعوت از سفیر سوریه را پس گرفت. با توجه به خشونت مقامات امنیتی سوریه در برابر مردم این کشور، شرکت سفیر سوریه در این جشن عروسی از طرف وزارت خارجه بریتانیا غیرقابل قبول اعلام شد. اما نه تنها دعوت سفیر کشور سوریه در این رابطه مورد سوال قرار گرفت، بلکه ولیعهد کشور بحرین نیز مجبور به رد کردن دعوتش شد. از این مراسم عروسی به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد سلطنتی طی 30 سال گذشته، یعنی از زمان ازدواج پرنس چارلز و دایانا اسپنسر، پدر و مادر پرنس ویلیامز، یاد شده است.